اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی مولوی امیرخان متقی میگوید از سوی امریکا برای امارت اسلامی $1 هم کمک صورت نگرفته است. کدام کمکی که برای افغانها صورت میگیرد از سوی سازمانهای امدادرسان بشری می باشد. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید ادعاها و تشویش‌های یونما در مورد فعالیت محاکم و انفاذ احکام شرعی در افغانستان بی اساس است. واقعیت این است که سیستم قضایی در افغانستان نسبت به گذشته‌ها به مراتب قوی شده، عدالت تامین است و به حقوق هموطنان در پرتو احکام اسلامی رسیدگی می شود. وزارت امور داخله امارت اسلامی در کشور برای موترهای تاکسی رنگ فیروزه‌ای را تعیین کرده است. در این رابطه مولوی محمد نبی عمری معاون نخست وزارت امور داخله میگوید رنگ مشخص شده موترهای تاکسی با تمام معیارهای جهانی برابر است. در تحکیم امنیت، کاهش قضایای جرمی و ایجاد زیبایی شهری در کشور مؤثر خواهد بود. اداره ملی خط آهن میگوید قطار ریل بارگیری شده از ایران با موفقیت حرکت خود را به ولایت هرات به پایان رساند. در این مورد وزارت صنعت و تجارت گفته است که بیشتر داد و ستد تجاری افغانستان و ایران با قطار ریل انجام خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید دهها گردشگر از کشورهای مختلف از اماکن تاریخی بامیان و برخی ولایت دیگر دیدن کردند. نیروهای مجاهد ریاست استخبارات ولایت بغلان 5 سارق را که 1,816,000 ریال سعودی و 450,000 یورو متعلق به اتحادیه اطلاع فروشان کابل بود در جریان انتقال به ولایت بلخ در سالنگ شمالی سرقت کرده بودند دستگیر نمودند. شاروالی کابل میگوید با شوراهای محلی ناحیه 22 پروگرام آگاهی عامه صورت گرفت. در ولایت زابل شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین مواد مخدر افتتاح گردید.